مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهیدمون رو دیدین؟ سیل عظیمی از جمعیت عزادار، مرد و زن، پیر و جوان، کوچیک و بزرگ، تو اقصا نقاط کشور اومدن، نشون دادن که اگر یه نفر به عنوان خادم ملت به فکر مردم باشه، هم و غمش این باشه که یه گرهی از گره مشکلات مردم رو باز بکنه، مردم هم قدردانشن. توی این بازه زمانی دنیا شاهد یک تصاویری بود که تو تاریخ ایران و تو تاریخ جهان موندگار شد. تو دیداری که حضرت آقا به منزل آقای رئیسی رفتن، جمله ای رو فرمودن. آقا فرمود آقای رئیسی سرمایه اجتماعی کشور رو در چشم دنیا کرد. همه چیزم مردمن. قوت اصلی نظام ازمانی علاقه مردم. این اجتماع، این گریه، این اندوه عمومی، نه فقط در تهران، در کل کشور، از این سرمایه اجتماعی بالاتر. اینو کی این رو آورد توی چشم دنیا؟ آقای رئیسی. ایشون کرد این کار. به اتاق شیشه‌ای خوش اومدید. تو این برنامه ما دنبال این هستیم که یک سری از موضوعات تاریخی سیاسی رو به کنکاش بذاریم، از جنبه‌های مختلف اون مسئله رو بررسی بکنیم و به حقایق اون مسئله و به حقایق اون موضوع پی ببریم. مسئله‌ای که امروز می‌خوایم بررسی بکنیم مسئله محبوبیت رئیس جمهور شهیدمون با محبوبیت سران حکومتی قبل از انقلاب اسلامی. اون شبی که بالگرد آقای رئیسی سقوط کرد رو یادتونه؟ مردم چجوری به صورت خودجوش اومدن تو میادین اصلی شهرها، تو خیابونها، تو حرمهای مطهر، هر جا که میتونستن دستشون میرسید تجمع کردند. به صورت دست جمعی دعا میکردن برای سلامتی آیت الله رئیسی و هیئت همراهشون. چقدر مردم اشک ریختن، چقدر مردم نذر کردند، چقدر مردم از خداوند متعال خواستند که خدایا رئیس جمهور ما رو سالم برگردون و چقدر مردم اشک ریختند. هم اون شب و هم فردای اون روز وقتی که خبر شهادت رئیس جمهور محبوب کشورمون و هیئت همراهشون منتشر شد. دنیا چه صحنه‌هایی رو شاهد بود؟ توی یک بازه زمانی محدود تعداد بیش از 330 پیام تسلیت از مقامات عالی رتبه سراسر نقاط جهان به ایران ارسال شد. بیش از 60 هیئت عالی رتبه برای عرض تسلیت به ملت ایران، به دولت ایران، به رهبر انقلاب به این کشور اومدند. مردم ثابت کردند که قدردان خادم خودشون هستند. یه اتفاق عجیبی که اینجا افتاد، عزای عمومی بودش که بعضی از کشورها به خاطر این حادثه اعلام کردند. تعداد کشورها زیاد نبود، اما وقتی آمار جمعیتی رو که نگاه میکنیم بیش از 1/4 جمعیت دنیا عزای عمومی اعلام کردند که این یک مسئله بی سابقه است. خلاصه که همینقدر بگم، مردم قدردان کسی هستند که از صمیم دل به فکرشون باشه، با خندهشون بخنده، با گریهشون گریه کنه، غم اونا رو بخوره. آقای رئیسی ثابت کرد که تو این زمینه الگو بود و البته ملت ایران هم قدردان این زحمات بودن. الان میخوام یه مقایسه بکنم بین آقای رئیسی و سران رژیم قبل از انقلاب اسلامی، چه پهلوی پدر چه پهلوی پسر، ببینیم که میزان محبوبیتشون بین مردم چجوری بوده. بریم سراغ رضاخان پهلوی. یه سرگرد آمریکایی هست به نام ریچارد استوارت که سرگرد نیرو دریایی آمریکا بوده. اواخر دوران حکومت رضاخان تو ایران خدمت میکرده. این آدم بعدها خاطرات خودش رو نوشت. وقتی این خاطرات رو شما میخونید به خوبی به این نکته پی میبرید که مردم تو اون دوران ناراضی بودند و این نارضایتی و این عدم محبوبیت رضاخان خیلی خوب قابل لمسه. اجازه بدید من یه گزیده از این خاطرات رو براتون بخونم. آن روز نارضایتی عمومی به سرعت در پایتخت گسترش یافت. در یک مورد چند جوان ایرانی از برابر مجسمه رضاشاه سوار بر اسب در میدان سپه گذشتند. یکی از آنان ایستاد و به مجسمه پراباحت شاه نگریست و فریاد زد:
پدر سوخته، تو پولهای ما را دزدیدی، به قند و شکر ما مالیات بستی، مجبورمان کردی در ارتش تو خدمت کنیم و اکنون ما را به بیگانگان فروختی. آنگاه توفی به مجسمه انداخت. همینجا اجازه بدید یه سوال رو براتون مطرح بکنم و گوشه ذهنمون داشته باشیم. اینکه ایران اشغال شد توسط متفقین و رضاخان رو از کشور بیرون کردند، آیا اگر رضاخان بین مردم محبوب بود، پایگاه مردمی داشت و مردم رضاخان رو میخواستند به عنوان حاکم، چنین اتفاقی میتونست تو کشور رقم بخوره؟ انگلستان میتونست به راحتی پادشاه یک مملکت رو از کشور بیرون کنه؟ این حرف رو اشرف پهلوی هم میزنه. اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمد رضا شاه تو خاطراتش اعتراف میکنه اگر فقط یک صدا از میان مردم به نفع پدرم بلند شده بود، انگلستان انقدر راحت نمیتونست پدرم رو عزل کنه، حتما تجدید نظر میکرد. اشرف گلایه میکنه، میگه اون وکلایی که جیره‌خوار پدرم بودن، اون افرادی که در قبال پدرم به یه نون و نوایی رسیدن، اون مطبوعاتی که از کنار پدرم به یک منفعت‌های رسیدند، اینا حتی یک صدا از بینشون به نفع پدرم بلند نشد که اگر بلند میشد عاقبت پدر من این نبود. این اعترافیه که خود اشرف پهلوی کرده. حالا من میخوام یه چیز دیگه بگم، یه چیزی بالاتر از این که اصلا رضاخان بین مردم محبوبیت داشت یا نداشت. اصلا یه چیزی بالاتر از این رو ما تو منابع تاریخی داریم که نه تنها رضاخان بین مردم محبوب نبود، مردم ازش نفرت هم داشتن. مورد نفرت بود. مردم از رضاخان بدشون میومد. چرا؟ از کجا دارم این حرف رو میزنم؟ منابع تاریخی متعدد داریم، خیلی زیادن. به عنوان مثال حضرت امام خمینی، خب خودشون تو اون دوران شاهد روزگار بودن، وقایع رو از نزدیک دیدن، لمس کردن. خود حضرت امام میفرماید که توی این دوران کشور ایران اشغال شده، نیروهای بیگانه اومدن کشور رو اشغال کردن. خب الان مردم باید ناراحت باشن که کشورشون، سرزمینشون توسط نیروهای اجنبی اشغال شده، اشغال نظامی شده. اما حس حال مردم چی بود؟ حضرت امام میفرماید که مردم خوشحال بودند. چرا؟ برای اینکه رضاخان از کشور رفته. یعنی مردم اون مصیبت اشغال کشور رو، دردش رو احساس نمی کنند. از اینکه رضاخان از کشور رفته مردم خوشحالند. یه کتاب دیگه ای هست که قهرمان میرزا خاطرات روزمره‌اش رو نوشته. خب این کتاب رو که شما بررسی میکنید میبینیم که وقتی به وقایع مربوط به شهریور 1320 میرسیم، دورانی که رضاخان از کشور توسط متفقین اخراج شده، نگاه میکنه میبینیم این آدم میگه که تو این کشور همه از رضاخان بدشون میومد. از پیرزن دهاتی گرفته تا پیرمرد فرتود، هر کدوم به یه بهونه‌ای از رضاخان بدشون میومد. یکی صرفاً سر این که کشف حجاب رو تو کشور رضاخان آورد، روسری رو، حجاب رو ازش گرفت. یه پیرمردی صرفاً به خاطر اینکه کلاشاپو گذاشت سرش. این جدای از افرادیه که جانشون، مالشون، کس و کارشون توسط رضاخان کشته شده بود. یعنی میگه اون پیرمرد و پیرزن دهاتی هم که هیچ صدمه جانی و مالی ندیدن، صرف این که اومدن دین رو ازش بگیرن، صرف این که اومدن اون فرهنگ سنتی ایرانی ازش بگیرن، اینا از رضاخان بدشون میومد و یک نفرت عمومی تو جامعه بود. یه نویسنده آمریکایی هست به نام ری براک که نویسنده روزنامه نیویورک تایمزه. این آدم یه گزارشی رو تنظیم کرده در تاریخ 19 سپتامبر 1941 که میشه روز سه‌شنبه 18 شهریور ماه سال 1320. داره اوضاع اون دوره رو توی این مقاله بررسی میکنه و تشریح میکنه. به نکات خوبی اشاره میکنه این نویسنده. من یه چند تا از این نکاتش رو براتون بگم. اولین نکته مهمی که این نویسنده توی این مقاله اشاره میکنه اینه: هنوز رضاخان از کشور خارج نشده ها. میگه وضعیت در تهران و در شهرهای جنوب غربی کشور ایران به گونه‌ایه که احساسات مردم شدیداً علیه رضاخانه و اگر رضاخان به دست روس‌ها یا به دست انگلیسی‌ها خلع نشه از سلطنت و کنار گذاشته نشه، قطعاً یک شورش بزرگ سراسر کشور رو فرا میگیره.
این آدم اشاره میکنه، میگه رو در و دیوارهای شهر رو که نگاه میکنی شعار نویسی زیاد شده بود، از شعار مرگ بر شاه گرفته تا شعار شاه قاتل است عزلش کنید. این حال و هوای اون روزهای آخریه که رضاخان تو ایرانه از زبون نویسنده آمریکایی. حالا رضاخان از کشور خارج شد. خب چه اتفاقی افتاد تو کشور؟ یک فضای نسبتاً بازی تو جامعه برای یک مدت کوتاه ایجاد شد. خب این فضای باز باعث شد که یک مقدار مردم زبونشون باز بشه، بتونن راحت‌تر نظراتشون رو ابراز بکنن، احساساتشون رو بروز بدن. اون خفقانی که در دوران سلطنت رضاخان جلوی دهن اینها رو گرفته بود، یک مقدار الان از اون خفقان کم شده، راحت‌تر حرف میزنن. مطبوعات اون دوره رو نگاه بکنیم خیلی خوب میشه یه شمعی از این احساسات مردم اون دوران رو درک کرد. شعرهای زیادی گفته شد، کاریکاتورهای زیادی کشیده شد، مقالات زیادی توی مطبوعات اون دوران نوشته شد که مردم از رفتن رضاخان خوشحالند و رضاخان منفور بوده بینشون. من نمیدونم اونایی که الان میان میگن تو جمهوری اسلامی ما آزادی نداریم و برای اینکه با جمهوری اسلامی مقابله بکنن میگن رضا شاه روحت شاد، ما اون دوران آزادی داریم، ما اون دوران آزادی داشتیم. واقعا از چی دارن حرف میزنن؟ یکم منابع تاریخی رو که بررسی بکنیم، مخصوصاً مطبوعاتی که بعد از خروج رضاخان فعال شدن تو این حوزه، به خوبی نشون میده که وضعیت آزادی تو دوره رضا شاه چه جوری بوده. شما هفته‌نامه امید رو نگاه بکنید برای 17 دی ماه سال 1320 به عنوان یک نمونه فقط. یک کاریکاتوری رو منتشر کرد از افرادی که در دوران رضاخان کشته شدند. یعنی یه شعری رو اون هفته‌نامه دنیای وطن منتشر کرد در رابطه با آزادی عقیده و متناسب با اون شعر یه کاریکاتوری هم منتشر کرد که گویای خیلی از مسائله. یه مورد دیگه هم اشاره بکنم براتون که مسئله محبوبیت رضاخان رو بهتر نشون بده. یه سند محرمانه است که مربوط به سفارت انگلستانه، سال 1313 شمسی. توی این سند قید شده محرمانه و این سند اصلا قرار نبوده دست ایرانی‌ها برسه. یه سندی بوده بین خودشون، بین منابع انگلستان، با قید فوریت. تو این سند چی اومده؟ صریحاً نوشته شده، اعتراف کردن که آقا رضاخان در ایران محبوبیت ندارد. این عین متن سنده. حالا رضاخان از کشور بیرون رفت. بعد از یک مدتی از دنیا رفت. خود مراسم تشییع جنازه رضا شاه خودش یه داستانیه. داستان از چه قراره؟ رضاخان سال 1323 دنیا رفت. خب دورانیه که تو ایران پسرش محمد رضا شاه پهلوی اومده سلطنت رو در دست گرفته. خب شاه جوان بعد از 6 سال موفق شد جنازه پدرش رو بیاره تو ایران. یعنی به دلایل مختلف توی این 6 سال این امکان براش فراهم نبود که جنازه مومیایی شده رضاخان رو برگردونه و تو میهن خودش دفنش بکنه. بعد از 6 سال تلاش تونست رضاخان رو بیاره به ایران. تازه این تلاش هم چجوری بود؟ محمد رضا پهلوی یه مدت تلاش کرد رو حساب این که بخواد برای خاندان خودش مشروعیتی کسب بکنه، یه آبرویی برای پدرش بخره. بالاخره اقدامات زیادی رو رضاخان کرده بود. اقدامات ضد مذهبی مخصوصاً خیلی انجام داده بود. برای اینکه یک مقدار کارنامه سیاه پدرش رو پاک بکنه، به این فکر افتاد که آقا من برم جنازه پدرم رو در نجف اشرف کنار حرم امیرالمومنین اونجا دفن کنم. خب یه سناریویی رو چیدن. سفارت ایران تو عراق فعال شد. رفتن سراغ یک تاجر عراقی. این تاجر مأموریت پیدا کرد یه توماری تهیه بکنه و بره سراغ افراد سرشناس و متنفذ عراق این تومار رو امضا بکنن که مثلا ما افراد متنفذ و سرشناس در عراق درخواست داریم که رضاخان به عنوان تنها شاه شیعه بیاد در حرم امیرالمومنین دفن بشه. که چی بشه؟ که اینکه علمای نجف دیگه با این درخواست یه وقت مقابله و مخالفت نکنن. به ظاهر اینه که درخواست خود مردم عراقه که میخوان رضاخان اینجا دفن بشه. خب سفارت دست به کار شد و این توطئه رو داشت سر و سامون میداد و داشت عملی میکرد. خبر به گوش مرحوم نواب صفوی رسید. شهید نواب دست به کار شد
و جلوی حرم امیرالمومنین با همین تاجری که جلودار این قضیه بود دست به یقه شد، کتککاری کرد و اون تومار رو گرفت پاره پاره کرد. و این توطئه محمد رضا پهلوی تو همون نطفه خفه شد. از این واقعه 2 سال گذشت و بعد از 2 سال تو سال 1329 محمد رضا شاه موفق شد که جنازه پدرش رو بیاره به ایران. خب بازم دنبال همون نیات خودش بود، بالاخره باید مشروعیت خاندانش رو حفظ بکنه، سعی کنه اونو ارتقا بده، کمی از اون کارنامه ننگین پدرش پاک بکنه. یه فکری اومد تو ذهنش که چی؟ که ما بیایم جنازه رضاخان رو که میاریم تو ایران اول از همه ببریم تو قم. اونجا یکی از مراجع وقت به جنازه رضاخان نماز بخونه. خب این نماز خوندن خیلی معنی داره، خیلی معنی داره. یکی از مراجع نماز بخونه و بعد از اون پیکر رو منتقل بکنن بیارن به تهران شهر ری، در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام اونجا دفن بکنن. و تأکیدم داشتن که 2 قشر حتما توی این مراسم تشییع جنازه شرکت داشته باشن. کیا؟ اون 2 قشری که بیشتر از همه تو دوران رضاخان زخم خورده بودن. میگفتن اگر این 2 قشر حضور پیدا کنن دیگه دهن بقیه بسته میشه. میگن خب اینا که به ظاهر زخم خورده اصلی اقدامات رضاخان بودن، وقتی اینا اومدن تو تشییع جنازه رضاخان شرکت کردن، یعنی که اینها در برابر عظمت جنازه رضاخان هم سر تسلیم فرود آوردن. دیگه حساب کار دست بقیه میاد. رو همین حساب تاکید داشتن که 2 قشر، یکی روحانیون و یکی عشایر، حتما توی این مراسم شرکت. چه اتفاقی افتاد؟ جنازه رو منتقل کردن به قم. خبر رسید به شهید نواب صفوی. شهید نواب یه پیغام فرستاد برای رهبر فدایان اسلام در قم، نفر دوم فدایان اسلام، شهید عبدالحسین واحدی، که گفت آقا قضیه اینه، حواست باشه تو اونجا روشنگری کن که مبادا مردم و حوزه علمیه تو این تشییع جنازه شرکت کنند. شهید عبدالحسین واحدی به همراه دوستان جمعاً یک جمع 6 نفری رو تشکیل دادند. اینا به مدت چند روز هر روز غسل شهادت می‌کردند. بعد می‌رفتن در حیاط مدرسه فیضیه، روی تخت سنگی وای می‌ایستادن، اونجا جنایات رضاخان رو بیان می‌کردن. کار هر روزشون بود. به مرور زمان از بس این کار تکرار شد، فضای حوزه شد فضای خشم علیه رضاخان، خشم سراسری، که بعدها هم اون سنگ مشهور شد به سنگ انقلاب، سنگی که توی حیاط مدرسه فیضیه بود. نتیجه جنازه رضاخان اومد به قم، اما کسی نبود برای این جنازه نماز بخونه. یعنی از خیلی‌ها درخواست شد و محمد رضا شاه یک واسطه فرستاد، رفت با یک سری از مراجع تقلید و علما تو قم دیدار کرد. اما خب علما هم بلد بودن چه جوری جواب بدن. به عنوان مثال رفتن سراغ آیت الله حجت و آیه حجت عکس العملش این بود که هر چی این فرستاده شاه صحبت میکرد با اشاره دست یه جوری میفهموند که انگار من نمیشنوم چی داری میگی، و به این صورت فرستاده شاه رو دست به سر کرد. فرستاده رفت سراغ آیت الله سید صدرالدین صدر. جواب آقای صدر چی بود؟ فرمودند قبیح است، قبیح است. ایشون هم رد کرد. فرستاده رفت سراغ آیت الله محمد تقی خانساری که هنوز یادگار مبارزه با استعمار انگلستان در پای ایشون بود، که آیت الله خانساری خادمش رو صدا کرد، گفت بیا برو به این آقا بگو بره بیرون. فرستاده شاه رو بیرون کرد. رفتی پیش آیت الله بروجردی، اما خب آیت الله بروجردی هم فرمود که صلاح نیست من نماز بخونم. فرستاده شاه دست از پا دراستر برگشت. نتیجه این اقدامات و نتیجه کارهایی که توسط فدایان اسلام انجام شد این بود: تو تشییع جنازه مردم حاضر نشدند، روحانیت حاضر نشدند. رژیم مجبور شد یک سری از خادمان حرم حضرت معصومه رو لباس روحانیت تنشون بکنه و به عنوان روحانی توی اون مراسم تشییع جنازه شرکت بده که برای خودش یه آبرویی بخره، که مثلا یه تعداد از روحانی هم توی این مراسم شرکت کردن.
حتی وقتی برای مراسم ختم یکی از روحانیون توسط تولیت آستان حضرت معصوم به منبر دعوت شد، از طرف فدایان اسلام نامه براش رفت که اگر شما توی این مراسم ختم این مرد جهنمی منبر بری، شکمت رو پاره میکنیم. نامه تهدیدآمیز فرستادن و این مسئله تحریم شرکت در تشییع جنازه رضاخان عمومی شد. وقتی همون شب اومدن درباریا از طرف دربار نظری پختن و غذا رو بردن دم حجره طلاب که آقا اینم بخورید، این نظر اعلی حضرته، هیچ کدوم قبول نکردن اون نظری رو، برگردوندن. این فضایی که تو قم تشکیل شد علیه تشییع جنازه رضاخان خیلی برای دربار تحقیر کنند. تو تهران هم وضعیت همین بود. مرحوم نواب صفوی به همراه شیخ محمد رضا نیکنام اینا تو تهران و شهرره فعالیت میکردن و حتی اومدن نقشه ترور شاه رو هم ریختند. شهید مهدی عراقی تو خاطراتش میگه که نقشه ترور ریخته شد و اصلا قرار بود خود نواب صفوی شخص شاه رو توی تشییع جنازه پدرش تو شهرره ترور بکنه که حالا به دلایل این کار انجام نشد. ولی این حس نفرت هم توی قم و هم توی تهران به وضوح دیده میشد. یرواند آبراهامیان یک کتاب داره تحت عنوان ایران بین دو انقلاب، جزو کتاب‌های مشهور حوزه تاریخ سیاسی ایران معاصره. با تمام انتقاداتی که به این کتاب وجود داره، اما یک جمله درباره مرگ رضاخان آورده که این جمله بدی نیست. بذارید من جمله رو براتون بخونم. آبراهامیان تو کتابش میگه سرنگونی و سرانجام مرگ رضاشاه در تبعید که در آخرین سالهای پادشاهی به مستبدی حریص و بیرحم و مرموز تبدیل شده بود، کسی را متاسف و متأثر نکرد. یعنی هیچ کس غم از دست دادن رضاخان رو توی این مملکت نمیخورد. یعنی محبوبیت در حد صفر. آخرین نکته‌ای که در رابطه با رضاخان میخوام خدمتتون بگم اینه. اون لحظات آخر وقتی رضاخان داشت از ایران میرفت، دغدغه‌اش چی بود؟ مهمترین دغدغه‌اش چی بود؟ آخرین دغدغه‌اش، آخرین نگرانیش، آخرین توصیه‌ای که به پسرش محمد رضا میکرد چی بود؟ این بود. تصور کنید پادشاه یک مملکت، کشورش اشغال شده، معلوم نیست الان چه بلایی میخواد سر مردم بیچارش بیاد تو این وضعیت، خودش رو دارن عزل میکنن، تبعید میکنن. اون وقت نگرانی این پادشاه چیه؟ آخرین دغدغه‌اش چیه؟ حفظ سلطنت تو خاندان خودش. این آخرین دغدغه‌ایه که از رضاخان خطاب به محمد رضا تو اون لحظات آخر تو تاریخ ثبت شده. یعنی دغدغه مردم نیستش، دغدغه اشغال کشور نیست، دغدغه تمامیت ارضی نیست، دغدغه این که الان مردم بیچاره تو این اشغال قراره چه مصیبت‌هایی رو تحمل بکنن. آیا قراره اون فجایعی که تو جنگ جهانی اول این مردم تحمل کردن، از کشتار بیرحمانه گرفته تا قحطی تا بیماری‌های مختلف، قراره دوباره مردم ایران تمام اونها رو تحمل کنند؟ اصلا اینا مطرح نبود. چجوری سلطنت تو خانواده من حفظ بشه؟ این آخرین دغدغه رضاخانه. اون وقت شما الان مقایسه بکنیم به صورت خیلی ضمنی که جناب آقای رئیسی آخرین دغدغه‌اش چی بود؟ اصلا همون منطقه‌ای که بالگرد رئیس جمهور سقوط کرد اون واضح گویاست. چرا تو اون منطقه؟ برای چه کاری اونجا رفته بودی؟ تو چه منطقه‌ای رفتی که وقتی بالگرد سقوط کرد نیروهای امدادی نمیتونن به دست پیدا کنن؟ خیلی راحت میشه فهمید که دغدغه رضاخان کجا بود و دغدغه آقای رئیسی کجا بود. اما حالا بیایم سراغ سلطنت محمد رضا پهلوی. خب تو دوران سلطنت محمد رضا شاه اتفاقات مختلفی افتاد. ما چند تا ترور نخست وزیر داشتیم. رزم آرا ترور شد، منصور ترور شد. برادر خود شاه مملکت علیرضا پهلوی هواپیماش سقوط کرد. اما یا تشییع جنازه گسترده مردمی داشتن یا مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف پیغام فرستادند. اما الان اجازه بدید دو سه تا خاطره بخونیم از کتاب خاطرات و یادداشت‌های روزانه اسدالله علم، وزیر دربار محمد رضا پهلوی و یار غار شاه پهلوی. با این دو سه تا خاطره یه مقدار بیشتر دستمون میاد که اوضاع محمد رضا پهلوی چجوری بوده.
این خاطرات رو با هم دیگه بخونیم. دوشنبه 9 آذر ماه سال 1349 اسدالله علم ابتدای یادداشت این روزش اشاره میکنه که من رفتم دیدار شاه، یه وصیت‌نامه محرمانه‌ای نوشته بود که خب اونو به من داد و خوندم، یه مقدار صحبت کرده بود. یه نکته‌ای تو این قسمت از یادداشت‌های اسدالله علم هست، میگه که اعلیحضرت شاهنشاه فرمودند نمیخواهم هیچ ماترکی داشته باشم، چیز مختصری برای بچه ها میگذارم و بقیه را هم به مردم میبخشم. و بعد جلوتر میگه که شاه فرمود به این نتیجه رسیدم که نباید هیچ چیز داشته باشم، یعنی از مال دنیا هیچی نباید داشته باشم، فقط تا زنده هستم ضمن خدمت میخواهم تا آنجا که ممکن است به من بد نگذرد. یعنی چی؟ یعنی آقا من الان شاه مملکتم، دارم به مردمم خدمت میکنم، اما دنبال اینم که آقا تو همین ایام، تو این چند سال، تو این مدتی که دارم شاهی میکنم، حاکم کشور هستم، تو این مدت به من تا جایی که میشه بد نگذره، به من خوش بگذره، از لحاظ مواهب دنیایی تو اعلی درجه باشم. این اعتقاد شاه مملکت بود و خب تاریخ هم ثابت کرد که تا جایی که میتونست خودش و خانواده‌اش در اون حد اعلای کیفیت زندگی میکردن. این اصلا اعتقادش بود. میگفت من به مردم خدمت میکنم، اما میخوام تا وقتی زنده هستم تو اون حد بالای کیفیت زندگی باشم. و بعد اسدالله علم جمله‌ای که بعدش میگه من عرض کردم شما ملائکه هستید که خداوند به عنوان رحمت خود به ایران نازل کرده است. الله اکبر. قدر این روحیه و اخلاق رو مردم ایران بعدها خواهند فهمید. واقعا من الان نمیدونم مردم قدر کدوم روحیه رو الان باید خوب بفهمند. قدر این که ضمن این که میگه من مسئولیت پیدا کردم و وظیفه‌مه که برای مردم مملکتم کار کنم، اما تا حد ممکن میخوام خوب زندگی کنم، مردم قدر اینو باید بدونن. قدر چی الان مردم دقیقاً باید بدونن؟ الان شما اینو مقایسه بکنید با جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور شهیدمون. واقعاً هم ایشون هم نگاهش مثل شاه بود که الان تو این 4 سالی که من اومدم رئیس جمهور مملکت شدم، منتخب مردم شدم، کارها افتاده دست من، نفر اول قوه مجریه‌ام، آیا منم الان تا دلم میخواد تا میتونم توی این 4 سال باید حد اعلای کیفیت زندگی رو داشته باشم؟ آقای رئیسی اینطوری بود؟ قطعاً جوابش رو دیگه خودتون میدونید. و یکی از اون عللی که تشییع جنازه به این باشکوهی تو کشور برگزار شد و نه تنها ایران، دنیا رو تحت تأثیر قرار داد، این حادثه سقوط بالگرد و این تشییع جنازه عظیم، یکی از دلایلش همین بود. مردمداری. این که اون پست و ریاست رو برای حد اعلای زندگی خودش نمیخواست. یه خاطره دیگه هم از اسدالله علم بخونیم با هم دیگه، که این خاطره مربوط به شنبه 12 دی ماه سال 1349. تو قسمت آخر این روز نوشت اسدالله علم میگه که اولیا حضرت فرح یک فرشته است. فرح پهلوی رو میگه. با من خوب نیست. میگه با من اسدالله علم رابطه خوبی نداره فرح. حق هم دارد. چون اولا مرا نمیشناسد، ثانیاً هر زنی مثل زن خود من با دوست نزدیک شوهر خودش خوب نیست. بعد جالبه تو ادامه اسدالله علم علت رو میگه که چرا فرح از اون خوشش نمی اومد. زیرا فکر میکند اینها با هم عقب زنبازی میروند. فرح فکر میکنه که اسدالله علم و شاه دنبال زنبازی هستند و اتفاقاً درست هم هست. این اعترافیه که اسدالله علم تو خاطرش میکنه. شما خودتون قاضی، دغدغه شاه مملکت باید این باشه
وزیر دربارش تو خاطرات روزمره‌اش اعتراف میکنه به این مسئله. اینجاست که اون بیت معروف میاد تو ذهن که میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. مردم ایران قدردان رئیس جمهوری هستند که 180 درجه با ویژگی‌های محمد رضا شاه پهلوی فاصله داره. یه خاطره دیگه هم از اسدالله علم بخونیم با هم دیگه. قبلش این کلیپ رو با هم ببینیم. مردمن اینا عزیز خدا هستن، چرا با مردم اینجوری میکنید؟ من از این بعد باید خودم پشت فرمون بشینم ها. من این دفعه یه کار بکنم خودم پشت فرمون میشینم. طور نشه کسی طور نشه. وایسا مردم اذیت میشن. وایسا. شنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1351 اسدالله علم اینطور نوشته: دیدم شاهنشاه خیلی کسل هستند. مقداری از قصه های زمان مصدق که در آن وقت واقعاً قصه بود برایشان تعریف کردم که به من در تبعید مصدق چه می‌گذشت و چه فکرها کردم. من جمله مدیر یک روزنامه مصدقی را در مشهد که فکر می‌کنم نام خوشه یا سنبله داشت و به زن من فحاشی کرده بود، به وسیله مرحوم محمد رفیع خان تربتی که از اقوام من بود در مشهد دزدیدم و محمد رفیع خان او را برای من به بیرجند فرستاد. در بین راه میخ طویله‌ای به مقعد او فرو کرده بودند که واقعاً خیلی باعث ناراحتی من هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ اینکه مبادا بمیرد شد. بالاخره آنقدر او را نگاه داشتیم و معالجه کردم تا مصدق افتاد. شاهد مثال من اینجاست. شاهنشاه خیلی خندیدند و قدری از وضع کسالت در آمدند. یعنی شما نگاه بکن، یک جنایتی رو در حق یک آدم مرتکب شدند، این رو به عنوان یک خاطره اسدالله علم برای شاه مملکت نقل میکنه که شاه را از حالت کسالت خارج کنه. واکنش شاه چیه؟ قاه قاه خندید، یه مقدار از کسالتش کم شد. بله، مردم اینطوری تو نظر شاه پهلوی محترم بودند. خب این نظر هم نه فقط برای شاه ها، این نظر رو اطرافیان شاه هم نسبت به مردم پیدا کرده بودند. تو خاطرات علم به فراوانی شما میتونید مصادیق مختلفی رو ببینید که رأی مردم اثر نداره، دموکراسی یعنی چی و این به صورت ساختاری توی رژیم پهلوی وجود داشت. زیاد شنیدیم که جناب آقای رئیسی و بقیه مسئولین کشور میگفتن که مردم عزیز ما اند، اینا نور چشم ما اند، باید بهشون خدمت بکنیم. شما اینها رو بذار کنار اون الفاظی که شاه پهلوی محمد رضا درباره مردم به کار می‌برد. الفاظی مثل گوسفند، مثل عوام، مثل نفهم. خب دیدگاه خیلی فرق داره، نظرشون نسبت به مردم خیلی فرق داره. من عین عبارت محمد رضا شاه پهلوی رو بخوام براتون بگم، محمد رضا شاه گفته بودش که این مردم قادر به انجام هیچ چیز نیستند، مثل گوسفندان میمانند. این عین عبارت شاه پهلوی در رابطه با مردم. محمد رضا شاه اذعان میکرد، میگفت مگه میشه شاه مملکت با رعیتش یکسان باشه؟ مگه میشه؟ شاه میگفتش که حتی مورچه ها هم شاه دارند. یا جای دیگه وقتی که شاه از دموکرات‌های آمریکا ناراحت بود، مخصوصا سر اصلاحات ارضی که تو کشور انجام داده بود، دلش خیلی پر بود. اونجا میاد یه جمله رو میگه. شاه میگه فشار آمریکایی‌ها برای انجام اصلاحات ارضی باعث شد که من هزاران هکتار زمین مرغوب و صدها روستا و رقبات با ارزش را که پدرم با سختی و مراودت به دست آورده بود از دست بدهم و تسلیم یک مشت رعایای نفهم کنم. یه خاطره دیگر هم از اسدالله علم با هم دیگه بخونیم و بعد از این دست مطالب تو این خاطرات فراوانه. این چند تایی که من فقط گفتم به عنوان شاهد مثال براتون آوردم. یه نمونه دیگر رو بخونیم از خاطرات اسدالله علم که تو سال 52 نوشته.
پنجشنبه 22 شهریور سال 1352. اسدالله علم میگه عرض کردم هویدا نخست وزیر به من میگفت شاهنشاه خیال دارند در 14 مهر روز افتتاح مجلس موضوع گرانی و نایابی را تشریح فرمایند. اسدالله علم میگه من شنیدم که اعلیحضرت شما میخواید برید در رابطه با گرانی صحبت بکنید و خب اسدالله علم با این قضیه مخالفه. یه جمله ای رو شاه اینجا به اسدالله علم میگه که اینجا مردم ایران رو داره توصیف میکنه که اسدالله علم گلایه میکنه، میگه شما اصلا برای چی میخواید بیاید روی این قضیه صحبت بکنید و این بین اعتراضات بپردازید؟ چه اجباری هست؟ میگه اعلیحضرت فرمودند آخر مردم هم قرقرو هستند هم پوفیوز. ملت ایران رو میگه. گاهی فکر میکنم مردم ایران بهترین مردم روی زمین هستند، گاهی هم میبینم که خیلی پوفیوز و ضعیف النفس هستند. خب طبیعی هم هست که وقتی انقلاب شد و این آدم از کشور فرار کرد و توی خارج از کشور هم از دنیا رفت، تو ایران کسی عزا نگرفت، کسی ناراحت نشد، موضع خاصی مسئولین نگرفتند. نه تنها مسئولین، مردم هم اصلا ناراحتی نکردند. خب معلومه کسی که نگاهش به مردم اینطوری باشه چه آخر عاقبتی پیدا میکنه؟ هم خودش هم پدرش. اما آقای رئیسی خدوم ملت با اون الفاظی که در رابطه با مردم به کار میبرد، با اون نگاهی که به ملت ایران داشت، خودشو خادم میدونست، نوکر میدونست، خب طبیعی هم بودش که مردم خادم واقعی خودشون رو میشناسن و اینطوری قدر دانشن. اون نکته ابتدایی هم که صحبت کردیم که بیش از 60 هیئت عالی رتبه توی مدت کوتاه وارد ایران شدن برای عرض تسلیت به مناسبت شهادت آقای رئیسی، وقتی که محمد رضا شاه پهلوی در خارج از کشور از دنیا رفت و توی مصر تشییع شد، از 4 تا کشور تو مراسم شرکت کردند: آمریکا، یونان، اسرائیل و مراکش و سلام. و این هم شد آخر عاقبت شاهی که دربست در اختیار استعمار بود و اصلا پایگاه مردمی تو کشور خودش نداشت. ممنون از این که ما رو تا پایان ویدیو همراهی کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد اونو لایکش کنید، سابسکرایب کنید، نظراتتون رو حتما کامنت کنید. حتما اونا رو میخونم و بهشون جواب میدم. موفق باشید.